بافلو وینگز باید همینقدر جذاب و خوشمزه بشه. شما رخ کارو ببین، یکی از خوشمزه ترین روش هاست. فقط کافی یک بار امتحانش کنید، از خوردنش سیر نمیشید. برای درست کردنش وینگز ها رو قسمت سرش رو به این صورت میزنیم و به 2 قسمت تقسیمش میکنیم. به این صورت میذاریم که کاملا خشک بشه. با این کار باعث میشه که موقع سرخ شدن پوست مرغ کاملا کریسپی بشه. ادویه ها رو میزنیم، ادویه ها رو خوب با بال ها ماساژ میدیم که به خورده بال بره. داخل یک کاسه آرد نشاسته یه ذرت بیکینگ سودا رو با هم مخلوط میکنیم و به وینگز ها میزنیم و خوب ماساژ میدیم که آرد به خورده وینگز بره. داخل روغن داغ سرخشون میکنیم، باید همینقدر کریسپی و طلایی بشه. ببینید صداشو کاملا کریسپیه. برای درست کردن سس کره و سیر و فرک فلفل رو مخلوط میکنیم. عطر سرکه آزاد شد، سس فلفل همراه قاشق غذاخوری عسل رو بهش اضافه میکنیم. تمام نکات رو براتون کپشن مینویسم، سرکه و تمام. بالها رو با سس آغشته میکنیم. به این صورت باید سس از حرارت افتاده باشه که بالها حالت کریسپیشون رو حفظ کنن و داخل ظرف میچینیمشون. امیدوارم که این بافالو وینگز های خوشمزه رو درست کنید و خوشتون بیاد. نوش جان.